امروز یکی از پرابلم‌های جدی اجتماعی گردیده است. ما می‌دونیم که در اکثریت محلات در منطقه رجا دوری کرده شده است تولید تامین برق. روز گپ بسیار رقم‌ها روزنامه هستند. وقتی که چقدر تحلیل می‌کنی همون قدر کمبودی و همون قدر نارسایی و بالای او می‌برد. خودی همین سال حالت برق توجیه که ما سنجیده برآمده در یک چند منطقه حتی در ولایت سو در ناحیه توبه جمهور در شهر دوشنبه آورده چند سال اخیر قرضی که پیدا میشود آورده به سر اهالی میزنند صورت دغل شود یا که اهالی قرض است. ما همین سال همین را تحلیل کرده مورد تحلیل چطور قرار دادیم معلوم شد که در بعضی محلات تا 5 مرتبه قرض اهالی را اساسای برق زیاد کرده میشده. در روی توبه جمهوری مخصوصا زیاده از 400 تا کارخانه و تشکیلات و حتی خانه‌های شخصی مردم هم سنجیده برآمده. یکی من فکر میکنم که معروضه ما در مجلس وسیع حکومت هم مورد آموزش قرار دادیم با خود با سپارش راهبر دولت ما در تمام سایت‌ها اینا دادیم، مخصوصا در سایت اگنتی در تمام نشریه‌ها معروضه دادیم که تا اینکه مردم فهمند. این یکون چیزی مخفی ندارد. من فکر میکنم که موضوع در بررسی مقامات‌های تفتیشاتی قرار دارد. خلاصگیری را حتما در نتیجه 2 تا 3 ماه اینا ما معاین میکنیم. حتی در خود یک کارخانه ولایت سو سیستم و اولبراری زیاده از 1 میلیون سومان قرضی و انرژیا و کردیم، اشکال کردیم. دزدی برق. اینجا در پیش از همه همین کم محصولاتی رو برای مقامات است. این پوشیدن است همه نمیدونیم. در سراسر جمهوری اگر همین گرد اطراف ببینیم زیاده از 30 زواد رشد است. زوادهای آهنگودازی کردن. همین را حقشان میگیرن، مبلغش پنهان میکنند، بعد وارد در سر مردم بیچاره میزنند که گویا که مردم قرضدار است. این فقط در طی یک سنجش ما همین قدر راه برآمد. مخصوصا در قسمت رایانه توبه جمهور از آن جمله ناحیه رودکی، ناحیه حصو، ناحیه شهرینه و ناحیه ترسوندوده. همون ناحیه‌ای که صنعتی هستند مقدار کارخانه‌های صنعتی زیاد است اینجا به کار میکنند. ما حتما چاره‌جویی میکنیم. در موقعی هست شما میتونید که بگیرید چند مثالای عادی هم هست. خب زیاده از 100 میلیون تومان خب در سر اهالی 5 مرتبه است زیاد. 5 مرتبه زیاد گویا که اهالی قرضدار مشابه در حسابات‌های جوریشون هم نشون می‌دهد که گویا اهالی استفاده کرده است برق نسپرده است. حالا که ما خودمون از خودمون خلاصه نمی‌شیم خب. ما اگر یک روز دویم روز نبیاد همون خودی همون نماینده‌اش کشیده را می‌بیاد. ما خودمون می‌کنیم. هر کی هم برق نکشد در این زمستان به برق نمونه می‌افتد. اهالی هیچ وقت توی درجه واش نیست. اما حرکت می‌کنیم در نقشه‌های آینده هم اینا نقشه‌گذاری کردیم، مخصوصاً قسمتی همین باید دزدی انرژی از شبکه کارخانه‌های صنعتی اینا دیده می‌بریم.